سلام، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم یه گپ خونمونی بزنیم راجع به یه موضوع خیلی داغ. چطوری میشه تو ایران بدون اینکه سرمایه آنچنانی داشته باشی، یه کسب و کار برای خودت راه بندازی و به درآمد برسی؟ تا حالا شده به این فکر کنین که کاش میشد کسب و کار خودمو داشتم، رئیس خودم بودم، ولی بعد سریع به خودتون بگین هی، پولشو از کجا بیارم؟ اگه این حس حسرت براتون آشناست، باید بگم که شما تنها نیستین. این دقیقاً فکر خیلی از ما هاست. خب، پس بیاین اول از همه بریم سراغ همین سوال اصلی. اینکه شروع کار بدون سرمایه اصلاً شدنیه؟ یه رویاست یا واقعاً میشه بهش رسید؟ این تشبیه رو ببینی چقدر دقیقه. برای خیلی از ماها فکر کردن به شروع یه بیزینس مثل دیدن یه سنگ خیلی بزرگه که روش نوشته پرتاب نکن. یعنی چی؟ یعنی انقدر بزرگ و سنگین به نظر میاد که همون اول کار بیخیالش میشیم. ولی نکته اینجاست که این سنگ بیشتر توی ذهن ماست تا توی دنیای واقعی. اصلا چرا این روزا اینقدر همه دنبال یه راه درآمدی جدیدن؟ دلیلش خیلی هم پیچیده نیست، نه؟ از یه طرف خب هزینه‌های زندگی رفته بالا و همه دنبال یه کمک خرجن. از طرف دیگه کیه که بعدش بیاد رئیس خودش باشه؟ این ایده که خودت برای خودت کار کنی و زمان دست خودت باشه واقعا وسوسه انگیزه. خب حالا بیاین یه نگاه کاملا صادقانه و متعادل به قضیه داشته باشیم. درسته که کلی مزایا داره. شما رئیس خودتی، ریسک مالی آنچنانی نداری، هر جا بخوای میتونی کار کنی. عالیه. اما باید اون روی سکه رو هم ببینیم. معایبش چیه؟ خب ممکنه رشد کسب و کارتون کندتر باشه، منابع کمتری در اختیار دارین و اوایل کار احتمالاً همه کارها رو باید تنهایی انجام بدین. پس مهمه که با چشم باز وارد این مسیر بشیم. اوکی. پس حالا که یه دید واقع بینانه پیدا کردیم، وقتشه بریم سراغ اصل مطلب. ایده ها. اولین جایی که سرک میکشیم کجاست؟ معلومه دنیای دیجیتال، جایی که سرمایه اصلی شما یه لپتاپ یا حتی فقط یه گوشیه. ببینید یکی از بزرگترین فرصت‌های امروز بدون شک تولید محتواست. شاید باورتون نشه ولی همین الان که داریم صحبت می‌کنیم بیشتر از 200 میلیون نفر تو کل دنیا شغلشون تولید محتواست. یعنی یه بازار کار غول‌پیکر که شما هم میتونید یه گوشه‌شو بگیرید. حالا چطوری از محتوا پول در بیاریم؟ این جدول چند تا راه خیلی خوب رو نشون میده. مثلا اگه صدای خوبی دارین یا اهل گفتگو هستین، میتونین پادکست بسازین و از راه اسپانسرشیپ درآمد داشته باشین. یا مثلا تو اینستاگرام با همکاری با برندها. اگه اهل نوشتن هستین، کلی شرکت دنبال نویسنده محتوا و کپی رایتر میگردن. و البته یوتیوب که میتونید درآمد دلاری داشته باشید. یعنی برای هر استعدادی یه راهی هست. و داستان به همینجا ختم نمیشه ها. کلی راه دیگه هم هست. مثلا همکاری در فروش یا افیلییت مارکتینگ رو شنیدید؟ شما محصول دیگران رو تبلیغ میکنید و پورسانت میگیرید. یا اگه توی چیزی تخصص دارید، میتونید دوره آنلاین بسازید و بفروشید. مدیریت شبکه‌های اجتماعی برای کسب و کارها هم که این روزا خیلی رو بورسه. و اگه دست به کدتون خوبه که دیگه نونتون تو روغنه. خب از دنیای آنلاین یکم فاصله بگیریم. فرض کنیم شما خیلی اهل دنیای دیجیتال نیستید. آیا تو دنیای واقعی و از توی خونم میشه کاری کرد؟ قطعاً میشه. یه ایده خیلی جالب و هوشمندانه. تولید و فروش غذای خشک برای حیوانات خانگی. چرا هوشمندانه؟ چون این روزا تعداد کسایی که حیوان خونگی دارن تو ایران خیلی زیاد شده. و این یعنی یه بازار تشنه و آماده. و حالا قسمت جذاب ماجرا. درآمدش چقدره؟ باور میکنید که یک کسب و کار کوچیک خونگی تو این زمینه میتونه ماهانه بین 8 تا 30 میلیون تومان درآمد داشته باشه؟ این عدد نشون میده که چقدر تقاضا برای این محصول بالاست. ایده بعدی برای اوناییه که به قول معروف دست به گلشون خوبه، پرورش و فروش گیاهای آپارتمانی. شاید فکر کنید این یه سرگرمیه، ولی نه، این یه صنعت چند میلیارد دلاری تو کل دنیاست. به این آمار یه نگاه بندازین. اندازه بازار جهانی گیاهان آپارتمانی تو سال 2023 نزدیک به 20 میلیارد دلار بوده و پیش بینی میشه تا چند سال دیگه به 30 میلیارد دلار برسه. یعنی شما با یه کار کوچیک که از گوشه بالکن خونتون شروع میکنید، دارید وارد یه ترند جهانی و رو به رشد میشید.
ایده‌های خونگی سودآور دیگم کم نیستن. مثلا شمعسازی که هزینه اولیش کمه ولی خیلی پرطرفداره. یا خدمات زیبایی سیار. اگه مثلا کار ناخن یا میکاپ بلدین میتونین برین خونه مشتری. درآمد این کارم میتونه بین 10 تا 50 میلیون در ماه باشه. درست کردن مربا و میوه خشکم که عالیه. یا اگه اهل بافتنی و قلاب بافی هستید، الان کارهای دستساز خیلی مده. کلید موفقیت اینه که یه سرگرمی یا مهارتی که دارید رو تبدیل کنید به چیزی که مردم حاضرن براش پول بدن. خب تا اینجا کلی ایده هیجان انگیز رو با هم دیدیم، ولی صبر کنید. قبل از اینکه با عجله شروع کنید، خیلی مهمه که با چند تا از بزرگترین اشتباهات این مسیر هم آشنا بشیم تا خدایی نکرده تو دامشون نیفتیم. این 3 تا تله رو خوب به خاطر بسپارید. اول، بدون برنامه شروع نکنید. یعنی چی؟ یعنی همینجوری یهویی نپریم وسط کار. اول فکر کنید، بنویسید که ایده‌تون چیه، مشتریتون کیه، هدفتون چیه. دوم، انتظار نداشته باشید یه شب پولدار بشید. بیزینس ساختن زمان میبره، صبر میخواد. اگه بعد از 2-3 هفته نتیجه نگرفتید، ناامید نشید. و سوم و شاید مهمترینش، شغل اصلیتون رو زود رها نکنید. از درآمد شغل فعلیتون استفاده کنید تا کسب و کار جدیدتون به یه ثبات و سوددهی برسه. اگه از این 3 تا اشتباه دوری کنید، قول میدم شانس موفقیتتون چند برابر میشه. خب ما راجع به چرایی کار، ایده ها و اشتباهات رایج صحبت کردیم. حالا سوال اینه که قدم بعدی برای شما چیه؟ این جمله رو باید با طلا نوشت. یادتون باشه سرمایه اصلی شما زمان شماست. پول میاد و میره، ولی این زمانه که اگه درست ازش استفاده نکنید دیگه بر نمیگرده. پس بزرگترین سرمایه شما همین وقتیه که دارید میذارید. و در آخر این سوال از خود شماست. به جای اینکه فقط به این ایده ها فکر کنید و بگید چه جالب، از خودتون بپرسید کدوم ایده کوچیک رو میتونم همین هفته شروع کنم. یه قدم خیلی کوچیک بردارید. فقط شروع کنید. امیدوارم موفق باشید.